سلام، نادر نوروزی هستم. به کانال من در یوتیوب خوش اومدید. این جلسه 11 دوره حسابداری مالی 2 یا میان 2 و این جلسه میخوایم وارد مبحث جدید اسناد پرداختنی بلند مدت شیم. خدمتتون عرض کنم ما مبحث میان 2مون این مباحثی که تا الان مطرح کردیم بحث بدهی‌های بلند مدت بود. بدهی‌های بلند مدت یعنی بدهی‌هایی که تسویه اونها بیش از 1 سال مالی قراره به طول بیانجامه. یکی از این بدهی‌های بلند مدت اسناد پرداختنی بلند مدته. برای این مثال دارم میگم شاید سفته‌ای داشته باشیم که بلند مدت باشه، یعنی این سفته مثلا تاریخ سررسیدش بیش از 1 سال مالی باشه و نحوه این که با این بدهی‌ها باید چگونه برخورد کنیم و چگونه باید ثبتش رو انجام بدیم و اینکه در سررسید چه اتفاقی میفته به صورت کامل این اسناد پرداختنی بلند مدت رو تو این جلسه من بررسی کردم و خدمت شما عزیزان تو این جلسه ارائه میشه. خب قبل از اینکه بخوایم بریم فیلم این جلسه رو ببینیم فقط خواهشم اینه که فیلم‌ها رو داخل کانال ببینید، دانلود نکنید، با لایک کردنتون پیامتون از این کانال حمایت کنید. با هم بریم این جلسه رو ببینیم. خب می‌خوایم بریم. بحث اوراق قرضه اینجا کامل تموم شد، یعنی ما دیگه الان تو اوراق قرضه هیچ مبحث دیگه‌ای نداریم. نه دیگه الان این چیزی که عرض کردم برای هفته بعد مثال بحث بازخرید. ما فروشمون رو تو همون جلسه اول گفتیم دیگه، وقتی که صادر میشه به فروش هم میرسه. وقتی اوراق قرضه صادر میشه به فروش هم میرسه. بله. حالا میخوایم چیکار کنیم؟ میخوایم ما بحث اوراق قرضه رو بذاریم تا همینجا. یه من خلاصش رو خدمتون بگم. ما اومدیم اوراق قرضه رو صادر کردیم، یعنی به فروش رسوندیم و اون کسی که از ما خرید ثبتش رو زدیم. اوراق قرضه رو چجوری بود؟ گفتیم وجوه نقد بدهکار، اوراق قرضه پرداختنی بستانکار، این زمانی که ارزش بازار اسمیش برابر بود. یا می اومدیم میگفتیم اوراق قرض وجوه نقد بدهکار کسر اوراق قرضه بدهکار، اوراق قرضه پرداختنی بستانکار زمانی که به کسر فروخته میشد. و یا وجوه نقد بدهکار اوراق قرضه پرداختنی و صرف اوراق قرضه بستانکار زمانی که اوراق قرضه به صرف فروخته میشد. این فروشش بود که شما سوال کردید. من فکر کنم این بود که جلسه اول اینو ما کامل توضیح دادیم. حالا اومدیم بحث تاریخ پرداخت بهره رو گفتیم که ما باید زمان پرداخت بهره اگر صرف یا کسر داشته باشیم مستهلک کنیم، که اومدیم استهلاک صرف و کسر رو هم روش مستقیم که گفتیم پذیرفته شده نیست جلسه قبل گفتیم، هم روش بهره مؤثر یه مثال جلسه قبل حل کردیم، یه مثال هم امروز حل کردیم و در نهایت اومدیم بازخریدش رو گفتیم که بازخریدش هم گفتیم یعنی میتونیم قبل از سررسید بازخرید کنیم و میتونیم هم در تاریخ سررسید بازخرید کنیم. پس مبحث اوراق قرضه به صورت کامل تموم شد و حتی اوراق قرضه قابل تبدیل به سهام هم همین الان مثال براش حل کردیم. پس دیگه مبحث اوراق قرضمون به صورت 100% کامل به پایان رسید. حالا می‌خوایم بریم سراغ اسناد پرداختنی بلند مدت. اسناد پرداختنی بلند مدت هم تقریبا مشابه اوراق قرضه است. این اسناد هم باز داره تاریخ سررسید و نرخ بهره مشخصه. اسناد پرداختنی بلند مدت خوب دقت کنید، اینجاش خیلی نکته مهمیه. باید حتما بر مبنای ارزش فعلی که در تاریخ سررسید بازخرید میشه تو حساب ثبت شه. پس ارزش فعلیشو به دست میاریم تو تاریخ سررسید، بر اساس اون باید تو حساب ثبت شه. خیلی این نکته مهمه که تو مثال الان خدمتتون میگم. چه موقعی از اسناد پرداختنی استفاده می‌کنیم؟ مثلا من یه ماشین‌آلاتی می‌خرم، یه خودرویی می‌خرم، یه مقدارشو نقد میدم، مابقیشو چی میدم؟ سفته میدم. به اون میگن اسناد پرداختنی بلند مدت. اون سفته‌ای که ما داریم میدیم دارای نرخ بهره است. اون نرخ بهره‌ش هم باید حساب کنیم. حالا بیایم تا مثال ببینیم به چه شکله. دقت کنید تو این مثال شرکت سهامی الف در تاریخ 1/1/80 یک دستگاه ماشین‌آلات خریداری کرد و در قبال اون 3 فقره سفته 200,000 تایی چیکار کرده؟ پرداخت کرده. سررسید اولین سفته پایان سال و مابقی اقساط نیز در پایان سال دوم سوم انجام میشه، یعنی هر کدومش برای 1 ساله. در تاریخ خرید نرخ بهره بازار 10% بوده. مطلوب از انجام ثبت‌های لازم در پایان سالهای 80 81 و 82. خوب دقت کنید. خب ما میخوایم ارزش فعلیشو به دست بیاریم. حالا ارزش فعلی یکی قسط 1 ریالی یا اقساط مساوی. اینجا نکته اصلیه که جلسه قبلم خدمتون گفتم. پس ما میخوایم ارزش فعلی گفتیم سفته رو باید به دست بیاریم.
ارزش فعلیه که میخوایم به دست بیاریم بر اساس یک قسط یک ریالی یا اقساط مساوی. خب پس نگاه کنیم ببینیم چی کار میکنیم. الان ما چند تا سفته داریم؟ 3 تا. 3 تا از لحاظ سال دقیقا 1 سال با هم چی هن؟ فاصله دارن. پس از لحاظ سال مساوی هن. از لحاظ مبلغ هم مساوی هن. چقدری هن؟ 200,000 ریالی. پس وقتی که از لحاظ مبلغ مساوی، از لحاظ سال هم مساوی هستن، از چی استفاده میکنیم؟ ارزش فعلی اقساط مساوی. پس ما از ارزش فعلی اقساط مساوی استفاده میکنیم که فرمولش چی بود؟ 1 منهای 1 تقسیم بر 1 به علاوه آی به توان n تقسیم بر آی که میشه عددمون با نرخ بهره بازارمون که 10% تقسیم بر 2 میشه 5%. خب ببخشید اینجا دوبار نیست، همون 1 ساله. نرخ بازار 10% بر حسب اون 10% چون 3 تا سال هم هست، nمون هم 3، 10% میشه 1 به علاوه 10% به توان 3 تقسیم بر 10% میشه 2.486. پس اینجوری به دست میاد. حالا همینو من میخوام همینجا جدولش هم بهتون نشون بدم. 10% بود و 3 سال. دقت کنید توی جدول در مورد چند؟ 2.487. چرا اینجا ما 486 به دست آوردیم جدول 87؟ این فقط به خاطر گرد کردنه. نگاه کنید ما تو کدوم مثال بودیم اینجا؟ مثال 6. تو این مثال تو مثال 5 بودیم. 2.486 87. میبینید اونجا هم که بعضی از دوستان تو استهلاک صرف کسب با هم اختلاف داشتیم به خاطر این گرد کردن بود. پس 2.486 یا 2.487 تو جدول 1/1000 اختلاف داریم. یعنی الان جدول اینجا 10%، این هم 3 ساله 2.487. یعنی از جدول ما میتونیم چیکار کنیم؟ استفاده کنیم. ارزش فعلی اقساط مساوی. خب میایم چیکار میکنیم؟ یکی از سفته هامون که مبلغش چقدر بوده؟ مبلغش 200,000 تا بوده. مبلغ هر سفته‌مون چقدر؟ 200,000 ضرب در ارزش فعلی میکنیم، در میاد چقدر؟ 497,200. این میشه قیمت ماشینالاتمون. خب حالا این ثبتمون به چه شکل میشه؟ خوب دقت کنید. پس ماشینالات داریم میخریم، میشه به ارزش فعلی گفتیم حساب میکنیم 497,200. اسناد پرداختنیمون چقدر؟ 600,000. ما و تفاوت میره تو حساب چی؟ کسر اسناد پرداختنی. خوب دقت کردید. ما و تفاوت چون مبلغ ارزش فعلی از ارزش اسمی کمتر بود، ما و تفاوت میره تو حساب کسر اسناد پرداختنی. تو اوراق قرضه هم اینو داشتیم، وقتی کمتر بود میرفت تو چی؟ تو حساب کسر اوراق قرضه. اینجا حالا چون سفته است به نام اسناد پرداختنی میشناسیم، میره تو حساب کسر اسناد پرداختنی. حالا این 1/80 زمانی بود که ما ماشینالات رو خریدیم و سند رو زدیم، سفته رو پرداخت کردیم. حالا گفتیم این اسناد چی هن؟ این اسناد دارای سررسید هستن. حالا باید بیاییم براش هزینه بهره هر سال حساب کنیم. میایم میگیم این 600,000 کل سند منهای کسرش هر چقدر هست 102,800 ضرب در 10%. این برای سال اول اینقدر میشه هزینه بهرهمون. همین قدرم به اندازه هزینه بهره از کسر اسناد پرداختنی کم میشه. یعنی ما هر سال که داریم اسناد پرداختنی رو ما چیکار میکنیم؟ تسویه میکنیم، یعنی پولشو داریم پرداخت میکنیم، باید همونجا هم هزینه بهره‌ش هم شناسایی کنیم، چون قرار شده بابت این 10% بهره هم چیکار کنیم؟ پرداخت کنیم. پس دقت کردید اسناد پرداختنی 200,000، هزینه بهره هم که توضیح دادم، هزینه بهره 49,720. اینجا اشتباه درج شده، در اصل اینجا همینه 49,720. وجوه نقد 200,000، کسر اسناد پرداختنی هم 49,720. پس اینجا اشتباه درج شده که درستش میکنیم 49,720. حالا از اسناد پرداختنی کسر اسناد پرداختنی 102,800 بود، 49,720 کم شه ماندهش میشه 53,000 و 80,000. میریم سال 29/12/81. حالا الان اسناد میخوایم هزینه بهره رو حساب کنیم. از 600,000 200,000 تاش که کم شد. خوب دقت کنید اینجا رو، فقط خیلی با دقت اینجا رو نگاه کنید.
از 600,000 اینجا نگاه کنید 200,000 تاش کم شده. خب 200,000 تا اگر کم شه میمونه چقدر؟ 400,000. منهای مانده اسناد پرداختنی کسر اسناد هم که داشتیم 53,080 ضرب در 10%، پس هزینه بهره‌مون میشه 34,692. باز 29/12/81 اسناد پرداختنی بدهکار 200,000 وجوه نقد 200,000 هزینه بهره رو حساب کردیم بدهکار 34,692 کسر اسناد پرداختنی هم 34,692 و پایان حالا سال سومم. حالا اگر بخوایم حساب کنیم کسر اسناد پرداختنی یعنی از 49 از این 53,080 34,000 تا هم کم شه ماندهش میمونه 18,000. عین این 18,000 به عنوان هزینه بهره شناسایی میشه و کلا کسر اسناد پرداختنی ماندهش صفر میشه. یعنی 29/12/82 سال سوم پایان سال سوم 200,000 هزینه بهره 18,388 وجوه نقدم بستانکار 200,000 و کسر اسناد هم 18,388. به این ترتیب کلا کسر اسناد پرداختنی از حساب خارج میشه و اسناد پرداختنی من به طور کامل تصفیه میشه. تا اینجا سوال؟ برای شما مطرح نکردن. خب من موظفم تمام سرفصلای میانه دو رو کامل خدمت شما عرض کنم. یعنی اگر شما حالا تو دانشگاه بهتون شاید نگفتن، حالا باز خودتون میدونید، ولی این جزء از سرفصلاست که من حالا دارم به صورت کامل خدمتتون میگم. میتونید حالا شما گوش کنید، حالا اگر برای نیازتون برای دانشگاه نیست حالا ازش استفاده نکنید، ولی من موظفم که کل سرفصلا رو بگم. باز برای اینکه اسناد پرداختنی بهتر مشخص شه من یه مثال دیگه هم باز خدمتتون آوردم. شرکت سهامی علی در تاریخ 1/1/80 یک دستگاه خودرو خریداری کرده، در قبالش 4 تا سفته 500,000 ریالی پرداخت کرده. سررسید اولین سفته پایان سال مالی و مابقیش هم چیه؟ در سال دوم، سوم، چهارم پرداخت میشه. کلا چند تا؟ 4 تا. در تاریخ خرید نرخ بهره بازار 12% و ادامهش هم که گفتی ثبت‌های لازم در پایان سال 80 81 82 83 یعنی اون 4 سال. پس انما میشه این سری 4 و آیمون میشه چقدر؟ 12. این سری میخوایم بریم از جدول استفاده کنیم. از جدول چی استفاده میکنیم؟ ارزش فعلی اقساط مساوی 12% و 4 سال. میایم تقاطعش میشه چند؟ 3.037. خب دقت کردید از جدول به چه راحتی پی وی ارزش فعلی اقساط 3.037 به دست اومد. حالا میایم میگیم که میخوایم چی رو به دست بیاریم؟ ارزش فعلی اسناد که قیمت خودرو میشه. پس 500,000 یکی از سندامون ضرب در 3.037 میشه 1,518,500 قیمت اون خودروه میشه. ما با تفاوتش از 2 میلیون 4 تا سند داده بودیم دیگه، 4 تا 500,000 2 میلیون میشه کسر اسنادمون 481,500. خب حالا بیایم اینجا 1/1/80 خودرو رو به چه اسمی ثبت میکنیم؟ وسایل نقلیه، به همون ارزش فعلیه که به دست اومد 1,518,500 کسر اسناد پرداختنی 481,500 اسناد پرداختنی اونم 2 میلیون. حالا میخوایم سال اول هزینه بهره رو شناسایی کنیم. گفتیم 2 میلیون منهای کسر اسناد ضرب در چقدر؟ 10% میشه 140,442. بعد ضبطمون چی میشه؟ اسناد پرداختنی از حساب خارج میشه پایان سال 80 500,000 وجوه نقد 500,000 هزینه بهره رو حساب کردیم بدهکار 140,442 کسر اسنادم 140,442. حالا مانده کسر اسنادمون میمونه چقدر؟ 341,058. حالا سال دوم ببینیم چه اتفاقی میفته. از 2,500,000 تا کم شد، چقدر مونده؟ 1,500,000 منهای مانده کسر اسناد میکنیم ضرب در 12% هزینه بهره‌مون به دست میاد. حالا پس پایان سال دوم یعنی 29/12/81 اسناد پرداختنی 500,000 وجوه نقد 500 هزینه بهره 139,073 کسر اسنادم بستانکار 139,073. حالا باز کسر اسناد ماندهش چقدر میشه؟ 201,986. مانده اسناد پرداختنیمون چقدره؟ تا الان 2 تا 500 تاش رفته 1 میلیون مونده. پس 1 میلیون منهای 201,896 ضرب در 12% هزینه بهره سال سوم به دست میاد. این هزینه بهره هم باز میایم شروع کنیم ثبت زدن 29/12/82 پایان سال سوم اسناد پرداختنی 500,000 هزینه بهره
95762 وجوه نقد پستانکار 500000 کسر اسنادم دقیقا به اندازه هزینه بهره 95762 و سال آخر اسناد پرداختنی 500000 چقدر مانده کسرمون مونده 106224 دقیقا همون میشه هزینه بهرمون 106224 وجوه نقد 500000 کسر اسنادم 126224 به این ترتیب اسناد پرداختنیمونم به طور کامل پرداخت میشه و کسر اسنادم از حساب‌ها خارج میشه.